سلام، امیرحسین دریانی هستم. داشته باشه، دوستی داشته باشه، به چشم قضاوت نگاهشون نکنه. چی شد خودتون روانشناسی انتخاب کردین؟ وقتی که اولش وارد این رشته میشه آدم یکم تو ذوقش میخوره. ولی انتخاب دقیق خیلی میتونه بهتون تو آینده زندگیتون و تحصیلی خیلی کمک کنه. رشته‌هایی که خیلی مهاجرت پذیره، مخصوصا توی کشورهایی که ایرانی هست که سال اول به که وای حتما باید بیارم، نه استرسش کمتره. درآمد روانشناسی از حالا دوران دانشجویی از 3 تومن شروع میشه. بله. و دیگه اگر خب بیس مالی داشته باشی و تا انتهاش بری بله. حتی به درآمد میلیاردی. یه علاقه در میون باشه واقعا همه شیرین می‌کنه. سلام، امیرحسین دریانی هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای معرفی رشته در خدمتتون هستیم. بچه‌هایی که میخوان رشته‌های مختلف رو در انتخاب رشته شرکت کنن حتما این ویدیو رو تا آخر ببینن، چون امروز یکی از بهترین رشته‌ها و خفن‌ترین رشته‌ها رو داریم. رشته روانشناسی، رشته‌ای که خیلی‌ها ممکنه که فکر کنن دوست دارن، خیلی فکر کنن بهش علاقه دارن یا برای اون ساخته شدن، ولی انتخاب دقیق خیلی میتونه بهتون تو آینده زندگیتون و تحصیلی خیلی کمک کنه. بریم با معرفی رشته روانشناسی. سلام، درود بر شما. سلام، مرسی. متشکرم، خیلی لطف کردین تشریف آوردین، زحمت کشیدیم و امیدوارم که یه صحبت خیلی خوب و راحت و با آرامشی داشته باشیم. خب بفرمایید خودتون معرفی کنین. ارغوان میثمی هستم، دانشجوی روانشناسی، در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم خانم ارغوان خانم. شما متولد چه سالی هستی؟ 79. 79. کنکوری که دادین یعنی کنکور 99 بود، یه سال پشت کنکور. 99. خب بفرمایید که چه خبر از رشته روانشناسی؟ خوبه؟ اوضاع خوبه؟ الان تو چه مقطعی هستی؟ الان مقطع کارشناسی پیوسته هستم، میخوام واسه ارشد بخونم و اینکه دیگه درگیری کنکور و اینکه به ارشد برسم. کنکور ارشد دارین. یعنی خود رشته روانشناسی دیگه تقریبا تموم شده. بله. خب خیلی هم عالی، بهترین صحبت‌ها رو میتونین ان شاءالله برام داشته باشین. اول از همه بگین که چی شد خودتون روانشناسی انتخاب کردین؟ راستیاتش خب آرزوی هر کس که میره تجربه رفته بودم، میخواست پزشکی بیاره، بعد خب نشد، یه سال موندم، بعد دیگه با مشاوره اینا که انجام دادم و با پدر اینا مشورت کردم که تصمیم گرفتم که وارد روانشناسی بشم. این تصمیم چجوری اتفاق افتاد؟ یعنی برای چی مثلا روانشناسی نسبت به رشته‌های دیگه که حالا بالاخره خیلی رشته‌ها میتونستیم بیاریم، برای چی این یکی رشته رو انتخاب؟ راستیاتش راهنمایی که بودم، یه مشاور در مدرسه داشتیم که با همون تئاتر کار می‌کردن، حالت مشاور درمانی داشتیم با خانواده تکی، از اونجا دیگه یه جورایی استارتش خورد. اما در واقع اینجوری نبود که خیلی جدی در موردش فکر کنم. بعد دیگه وقتی که پشت کنکور موندم و این جریانات اتفاق افتاد، دیگه با شرایطی که صورت گرفت دیگه گفتم که دیگه برم. این سابقه داشتیم و بعد تصمیم گرفتیم. بله. خب حالا 4 سال از روانشناسی گذشته. 3 سال. 3 سال گذشته. راضی بودین از این رشته؟ چجوری بود؟ خیلی راضی بودم، اما خب وقتی که اولش وارد این رشته میشه آدم یکم تو ذوقش میخوره، چون که 3 تا ترم اول بیشتر فلسفه است، بیشتر که از این که الان با بیمار سر کار داری، با اختلالات سر کار داری، هیچ چیزی نداری، یه حالت کلی به آدم میده. بعد یکم آدم زده میشه. اما اینو بگم که از ترم 4 به بعد واقعا با دنیای اختلالات، بیماری‌ها روبرو میشه و واقعا شیرینه. اینکه شما بتونی یه کلیت از شخصیت آدم‌ها داشته باشی، تایپاشون رو بدونی که چه شکلی برخورد کنی، یه شناخت کلی از آدم‌ها داشته باشی، همه اینا واقعا جالبه و مثل ماجراجویی میمونه که وارد روان آدما میشی، میخوای کنجکاو باشی، کنکاش کنی و میدونی رشته جالبیه. من که دوست دارم. یعنی کسی علاقه داشته باشه خیلی میتونه بهش کیف بده. واقعا رشته خیلی خوبیه، چه تو حیطه بزرگسالان، چه کودک، چه نوجوان، واقعا هر کدوم شیرینی و سختی خودشو داره. کار با کودک خیلی سخته، چون که خب درکی نداره از اینکه الان واسه چی جلوی شما نشسته، مقاومت میکنن، پذیرش ندارن، و بزرگسالان بشه. هر کدوم جذابیت خودشو داره، ولی هر کسی علاقه‌ای که داشته باشه. به نظر شما چه افرادی بیان تو این رشته بهتر میتونن استفاده کنن و اون مغزشون و اون روحیه‌شون به این رشته میخوره؟ کسایی که به نظر من صبور باشن، چون که صبور بودن تو این رشته خیلی مهمه. عجول نباشن، قضاوت نکنن آدما رو. میدونین یه حالت، نمیخوام شعار بدم، ولی
آرامش داشته باشن. تا وقتی که خود آدم یه آرامش درونی داشته باشه، فردی هم که جلوش قرار میگیره باعث میشه که اونم این آرامش رو دریافت بکنه و خب روند درمان بهتر باشه و اینکه اخلاق خوبی داشته باشه، پرخاشگری خودش داشته باشه. نمیگم که باید آدم کاملی باشه، نه، هممون انسان کاملی نیستیم، اما واسه این رشته نیازه که یکم آدما از اون بعدی که چی میگن جنجالیه، جنگ و گریز داره درون خودش بیاد بیرون و با آدما صلح داشته باشه، دوستی داشته باشه، به چشم قضاوت نگاهشون نکنه. به نظر من اینا خیلی مهمه. یعنی موضوعی روانشناسی و اینکه خود آدم با آرامش باشه یکی از بهترین آیتماست که موفق بشن تو این رشته. بچه‌ای که میخوان انتخاب کنن این رشته رو، به نظر شما توصیه‌تون براشون چیه؟ یعنی چه افرادی نیان داخل این مسیر؟ یعنی چه دیدگاه‌هایی که حالا شما خود قبل از که وارد مثلا رشته بشی میگی خب اوایلش تو ذوقم خورد، حالا به هر حال چه دیدگاه‌هایی، چه افرادی وقتی میان ناراضی‌ان و احساس میکنن که این چیزی که اون می‌خواستن نیست؟ به نظر من اولین چیزش میتونه باشه که همون موقع میخوان توی کارشناس که هستن درآمد برسن. یعنی انتظار دارن که حالا 3 ترم خوندن، 4 ترم خوندن خیلی چیز حالشون باشه، یا اینکه بخوان وارد بازار کار بشن. اما خب این درست نیست. صبر میخواد توی این مسیر که پله پله قدم به قدم پیش بره آدم تا به اون درآمد، اون ثبات که میخواد برسه. و خب این که روانشناسی این چند سال اخیر خیلی متقاضیش زیاد شده و مسلماً شلوغه و باید چی میگم فعال باشن توی این رشته، نه اینکه یه جا بشینن و فکر کنن که اوکی الان میتونم برم تو فلان کلینیک کار بکنم، میتونم سریع موفق بشم، اسم در کنم، به درآمد برسم. نه، واقعا صبر میخوان. اگه که این صبر رو دارن و میدونن که همچین چیزایی رو بروشونه، اوکی به نظر من. مثلا خیلی رشته دیگه، یعنی الان هر رشته‌ای الان میگم که پزشکی و خیلی رشته دیگه هم همینجوریه، شما اگر جزو 1% برتر اون رشته نباشی نمیتونه اونقدر موفق. پس کسایی که خیلی عجولن، کلیت داستانه که خیلی عجولن، حالا چه در درآمد چه در شخصیت، اینا تو این رشته نه موفق خواهند بود نه اصلا میتونن اقناع بشن، یعنی اون اتفاق براشون نمیفته. خیلی هم عالی. دوران دانشجویی چطوره؟ حالا گفتین سالهای بعد از ترم 4 یکم جذاب‌تر میشه. سختی‌های مسیر دانشجویی خیلی سخته یا اوکیه، خوبه شاید؟ نه، به نظر من خیلی شیرینه. شاید درسایی که تخصصی تر باشه کم واسه بچه‌ها سخت باشه، مثلا درسایی که آسیب شناسی شخصیت، اختلالا رو برو میشن و اینها یکم شاید سخت باشه براشون، چون که خیلی حفظیات داره. واقعا این حفظیات بعضی جا آدمو اذیت میکنه، مخصوصا موقع امتحانات که شما میدونید که هر روز 2 تا امتحان داری، همش حفظیه و خب اینا رو یکم سخت میکنه. اما اگه علاقه در میون باشه واقعا همه اینا رو شیرین میکنه. صرفا یادگیریه به نظر من، نه اینکه شما بخوای حفظ کنی و درگیر این باشی که حالا نمرم چند میشه. اگه یاد بگیری، دنبال یاد گرفتن باشی، خیلی همه چی شیرین میشه. پس اون سختیایی که حالا بعضی رشته‌ها میدونی که سختی‌های کار دارن، سختی‌های شیفت و اینا که خب نداره، ولی خب خیلی هم عالی. در مورد گرایش‌های بعدش، یعنی ارشداش چجوریه؟ اصلا چه ارشدهایی هست و آیا هر کسی میتونه ارشد بیاره یا نه کلا کار سختی ارشد آوردن تو؟ ارشد 2 تا کنکور داره، یکی وزارت علومه، یکی وزارت بهداشته که هر کدوم از اینا یه سری از رشته‌هایی رو در بر میگیره. وزارت علوم شامل بالینی و نوجوان، کودک، صنعتی سازمانی، رشد و اینها میشه. بهداشت، وزارت بهداشت شامل سلامت و بالینی و خود روانشناسی میشه که خب بهداشت آوردنش سخت‌تره چون که زیر نظر سنجش پزشکی هستش، ولی خب وزارت علوم راحت‌تر میشه آورد و آزاد هم داره. اما بهداشت فقط دولتی بچه‌ها میتونن بیارن، یعنی به صورت کلی بهداشت به صورت کلی بچه‌ای که میرن آزمون میدن و واقعا میخونن، اونایی که نمیخونن که اونایی که واقعا میخونن برای آزمون قبول میشن یا نه اونم خودش یه مرحله سختیه برای قبول شدن؟ اگه که دولتی بخوان واقعا مرحله سختیه، به خاطر اینکه دولتی 5 تا میگیره و بهداشت 3 نفر میگیره و خب مسلما رقابت خیلی زیاده. و هر بین چند نفر امتحان میدن حدوداً؟ مثلا حدوداً فکر میکنم که 20,000 نفری خیلی. در کل کشور 5 نفر میگیره، 5 نفر 10 نفر؟ بله 5 نفر میگیره. رشته‌های دولتی 5 نفر میگیرن.
هر رشته یا نه کل رشته ها با هم؟ هر کدوم. مثلا بالینی 5 نفر میگیره، سلامت 5 نفر میگیره. مثلا 100 نفر 200 نفر. بله دقیقاً 100 نفر 200 نفر دولتیایی که خب تاپ و خوب هستن. و اون آزادا چند نفر میگیره؟ آزادم خب بستگی داره. اونایی که حالت استعداد درخشان هستن مال خود اون دانشگاه خب میتونن بدون همون کنکور، با اینکه بعضیشون کنکور بعدم کنه برن. ولی خب فکر میکنم که بقیه غیر انتفاعی ها هم باشن و میتونن آزاد، ولی فقط وزارت علوم. فرقی داره یعنی؟ نه راستیاتش فرق نداره، چون من خودم خیلی دنبالش بودم، الان در جریان کنکور هستم. و وارد ارشد که میشی بستگی دیگه به خود آدم داره. شما رفرنس ها یکیه، باید بخونی، تایم کمی میری دانشگاه، نباید انتظار داشته باشی که تو 4 ساعتی که میری دانشگاه در هفته خیلی چیز بزرگی و دقیقاً اتفاق بزرگی واسط بیفته. کاملا بستگی به خود آدم داره و اینکه درگیر این که حالا اینجا قبول بشم وای دوباره بشینم پشت کنکور نباشم. استرس دیگه تمامه دیگه. دقیقاً مثل کنکور نیست که سال اول بگی که وای حتما باید بیارم. نه استرسش کمتره و بیشترین استرس که میتونن داشته باشن واسه دکتراشه که اگه که مسلما شما دانشگاه تهران بیاری خب خیلی واسط بهتره که دکترای همونجا رو بیاری، به خاطر واسه مصاحبه‌ای که صورت میگیره واسه بالینی خب یه پایان مثبت میشه. دکترا روانشناسی چه جوریه؟ یعنی فرقش با روانشناسایی که دکترا ندارن در چیه؟ خب پوانایی داره اینه که شما توی مطب و کلینیک میتونید کار بکنید و البته کارشناسی ارشد هم میتونید شما انجام بدید، ولی خب دکترا مسلما یه امتیاز بیشتر برخوردار هستن. و اینکه شما اگر که دکترا نداشته باشین اجازه تدریس ندارید توی دانشگاه و واسه کسایی که علاقه دارن به تدریس بله این یه پوان مثبتیه. یعنی اونجوری هم استاد دانشگاه هستیم و هم بله هم میتونن که از اون کسب درآمد کنن، هم وارد این حیطه باشن. خیلی عالی. اما چه افرادی حالا شما از اساتیدتون افرادی که هستن، افرادی که موفق هستن شرایط زندگیشون چجوریه؟ یعنی میخوام بگم که رنج درآمد در چه حده، ولی قبل از اون میخوام اینو بپرسم از کی یه فرد میتونه درآمدزا باشه؟ یعنی از مثلا سال اول که شروع کرد به دانشجویی چند سال بعدش میتونه یه درآمدی که در حد نرمال زندگی باشه رو به دست بیاره؟ خب توی حتی دوره کارشناسی که ما هستیم میتونیم یه درآمد جزئی داشته باشیم. حالا از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه آزمون گرفتن. شما توی ترم 4 و 5 آزمون ها رو یاد میگیرین، MMPI، نئون، میله، اینا که هستن. شما اگه طریقه آزمون گرفتن بلد باشین از همین آزمونا تفسیری که صورت میگیره میتونین یه درآمدی داشته باشین. فعال باشی میتونین تو مؤسسه‌های مختلف که برین کاملا جذبتون میکنن و میتونین یه درآمدی داشته باشین. این درآمد رو میشه بگین چقدر تو اون دوره دانشجویی؟ خب اگه که توی رنجش دیگه آره فکر میکنم تا 3-4 بتونن اینو داشته باشن، باز بستگی به اون کلینیک که میرن داره. وقتی که وارد ارشد میشین شما میتونید توی مدارس کار بکنید، توی حالت آزمون‌های استخدامی برین که حالت سنجش حالت بهزیستی میشه، توی مرکز اعتیاد میتونید کار بکنید، مشاور مدرسه میتونید بشید. از اینا میتونن یه درآمدی کسب بکنن، ولی اینکه تدریسی صورت بگیره نه. که اینا هم میتونن اگه که حالت کار دولتی باشه که همون حقوق پایه رو میگیرن. حدوداً چقدر مثلا شما در مثلا توی تامین اجتماعی که اگه بخوان برن با مدرک کارشناسی میتونن برن، حقوق پایه‌اش از 10.5 شروع میشه. حالا شما هر چقدر که اونجا ماندگار بشین و بمونی، ساله بیشتری باشه تو 15 تومن هم میتونه برسه. بله اما خب تو مدارس و اینا اگر کار بکنید، بله اگه تو مدارس یا جاهای مختلف کار بکنید، توی مدارس هم که هستین خب باید بدونن که بیمه صورت نمیگیره براشون متاسفانه و بستگی به اون مدرسه داره، میتونه از 3-4 تومن اونم شروع بشه تا همون 15 تومن. بله این واسه و اینکه کی میرسن به اون جایی که تو کلینیک کار بکنن و خودشون روانشناسی بکنن و تو مطب یا کلینیک خودشون، اونا کی به اون حد کسی میرسه؟ باید ارشد بگیرین حتما؟ بله باید حتما وارد ارشد بشن. وقتی که ارشد رو بدن و مدرکشون رو بگیرن اجازه کار توی کلینیک رو دارن و میتونن خب واسه خودشون یه کلینیکی بزنن اونجا کار بکنن. ولی خب بیشترین درآمدی که به نظر من کسب میکنن وقتی که دکترا دارن و اینکه اگه که خیلی بنام باشن اسم در کنن میتونن واقعا یه حقوق روزانه‌شون اگه
استاد خود بنده. اون که میشناسیم بالاترین کسی که میشناسیم. نمیدونم میتونم اسم بگم؟ بفرمایید شما. کلینیک راه عشق که توی شریعتیه، دکتر روناک عشقی و دکتر یزدانی، اینها روزانه تمام تایماشون فول هستش. حالا به غیر از اینکه دانشگاه تدریس میکنن، فکر میکنم حدوداً روزی واقعا در میارن یه 12 تومانی ها، چون که جلسه مشاورهشون یه 700 تومن. 700 تومن یعنی اینا روزانه 10-12 تومن در میارن. بله. به جز تدریسی که دارن. یعنی مثلا بله. اگه 20 روز مفیدم بگیریم، یه 300 با تدریس مثلا شاید 300 تا 400 میلیون درآمد روانشناسی در اوجش. در اوجش. اگر کلینیک خود آدم نمیتونه بزنه، خود آدم چرا میتونن بزنن، اما خب بازم باید دکترا داشته باشن. یعنی اگر که دکترا داشته باشی و کلینیک بزنی که شاید درآمد میلیاردی هم مثلا در ماه باشه. یعنی درآمد روانشناسی از حالا دوران دانشجویی از 3 تومن شروع میشه. بله. و دیگه اگر خب بیس مالی داشته باشی و تا انتهاش بری، بله. حتی به درآمد میلیاردی هم خیلی درآمد خیلی خوبی داره میشه رسید. خب بله. خیلی عالی. مهاجرتش چجوریه؟ مهاجرتش واقعا جزو رشته‌ایه که خیلی مهاجرت پذیره، مخصوصاً توی کشورهایی که ایرانی هست و همزبون هستن. بیشتر میتونید درک کنی، بیشتر میتونید جای پاتو سفت کنی. توی کانادا فوق‌العاده رشته خوبیه. راحت مهاجرت کردن خیلی راحت. نه خیلی راحت. خیلی راحت. اگه زبانتون خوب باشه، مقاله خوبی داشته باشین، خیلی راحت میتونین اپلای کنین، چه واسه دکترا، حالا حتی واسه ارشد هم میتونین این کار انجام بدین. بعد آلمان، این دوتا فوق‌العاده، چون ایرانی‌ها بیشترن. بله، چون ایرانی‌ها اونجا خیلی مقیم هستن و خب راحت تره و شما میتونید اونجا کاملا ارتباط برقرار کنید. ایرانی‌ها اونجا هم افسرده و غربت زده. بله. همه نیاز به همه ناراحت. خب خیلی ممنون، متشکرم. من فکر کنم هر آنچه که بچه‌ها نیاز بود بدونن و دونستن. حالا خیلی ممنون که تشریف آوردین. بازم اگر صحبت آخری هست در مورد روانشناسی و کلیتی خواستین بگید بفرمایید و ممنونم. صحبتی که نیست، اما میخوام بگم که ناامید نشن، وارد این رشته بشن. قشنگیای خودشو داره، مثلا وقتی که وارد ارشد میشین و تایم کارورزی میگذرونین، قشنگیای خودشو داره. شاید کلافه بشین، فکر کنین که نه نمیشه، چقدر دیگه باید صبر کنم، اما بهتون قول میدم که میارزه، واقعا ارزششو داره. خب خیلی ممنونم، متشکرم. لطفاً تشریف آوردین. خیلی ممنون. موفق باشین.